در عالم خوبتر از امیرالمؤمنین کسی بوده؟ هیچ به اندازه علی دشمن داشته و تبلیغات مسموم ضد علی میدونی توی عالم چه کار کرده؟ زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به قدری از طرف معاویه به قدری تبلیغات ضد علی کردن و تبلیغات ضد امیرالمؤمنینی در عالم کردن، کار به جایی رسید که وقتی امیرالمؤمنین شهید شد در کوفه، خبر شهادت علی رسید شام، به یه عربی از عربای شام گفتن علی ابن ابی طالب کشته شد. گفت کجا؟ گفتن عراق، کوفه. گفت کجای کوفه؟ گفتن تو مسجد کوفه. گفت علی تو مسجد کوفه چیکار میکرد؟ گفتن داشت نماز میخون. گفت عجب، مگه علی نمازم میخون؟